تجربه‌های دوران کودکی چه نقشی در شخصیت الان ما دارند؟ آمین شاملو. در دوران کودکیت حق انتخاب رو ازت گرفته باشن و به جای تو همیشه تصمیم گیری کرده باشن، تو در بزرگسالی برای کوچکترین تصمیمات زندگیت نمیتونی اقدام بکنی و دائما از دیگران برای تصمیم زندگیت نظرخواهی میکنی. اگر در دوران کودکی مدام شما رو با دیگران مقایسه کرده باشن و بگن ببین فلانی رو یه چیزی از اون یاد بگیر، پسر خالتو ببین، دختر عموتو ببین، تو بزرگسالی خودت رو دائما با دیگران مقایسه میکنی و به خودت اعتماد نداری و خودت رو کافی نمیبینی. اگر در کودکی تو رو از دنیای بیرون ترسونده باشن و بگن که دنیا جای ناامنیه، نباید به کسی به راحتی اعتماد کنی به جز افراد خانواده، تو بزرگسالی نمیتونی به کسی اعتماد کنی و وارد رابطه عاطفی بشی. دنیا رو یک جای ناامن میبینی. اگر در کودکی بهت بگن که تو حق نداری اشتباه کنی، تو نباید اشتباه بکنی، تو باید در تمام کارات بی‌نقص باشی، در بزرگسالی درگیر کمالگرایی بیمارگون میشی و هیچ وقت احساس رضایت از خودت رو نخواهی داشت. اگه تو دوران کودکی دائما بهت بگن تو از پس هیچ کاری بر نمیای، تو عرضه هیچ کاری رو نداری، حتما در بزرگسالی درگیر ترس از شروع کردن میشی. تو برای شروع کردن خودت رو ناکافی میبینی و ترس از این شکست، اینکه نکنه که من موفق نشم، هیچ وقت شروع نخواهی کرد. اگر والدین تهدیدگری داشته باشی که تو رو دائما به رفتنشون، به رها کردن تو یا قهر کردن با تو تهدید میکنن، تو در بزرگسالی درگیر تله رها شدگی میشی و برای اینکه افراد زندگیت رو از دست ندی و اونها تو رو رها نکنن، هر کاری رو انجام میدی و هر جور باجگیری عاطفی رو از تو خواهند کرد. گاهی درک و بینش مسائلی که باهاشون درگیریم رو نداریم. نمیدونیم که این تجربه تلخ چه شکلی شکل گرفته، از کجا با ما هستش، چرا ما این زندگی تلخ رو هی تکرار میکنیم، چرا هی رابطه های غلط، هی ترس از دست دادن ها، افراد سمی رو جذب کردن، کلاه از سرمون برداشتن، چرا داره این تحواره ها هی تکرار میشه؟ تا زمانی که با یک روانشناس مشورت نکنیم، برای ارزیابی روانمون به اون مراجعه نکنیم، همچنان درگیر این تحواره ها و تله ها هستیم، چون تحواره ها برای بقاشون می جنگن و خیلی هم پایدار و مقاوم هستن. اگر که شما چنین تجربه ای رو الان داره باش دست و پنجه نرم میکنی، حالا به من بگو که تجربه دوران کودکی تو الان چه تأثیر داره تو شخصیت فعلیت میذاره. تو کامنت ها برام بنویس. تربیت آگاهانه تربیت والدانه است. والد عزیز، برای پیج کودکم دارم میگم، همین بلاهایی که در کودکی سرت اومده و در بزرگسالی داری الان آسیبهاش رو زندگی میکنی، همین میتونه به کودکت سرایت داده بشه. پس لطفاً این رفتارها رو تو با کودکت انجام نده که در بزرگسالی شخصیت ناسالم و روان بیمار رو زندگی کنه. ببین کاراتو، تربیت والدانه، تربیت آگاهانه از حس. مادر فریاد نمیزنه.